چند قبل در شبکه‌های اجتماعی ویدیونواری جنجال‌برانگیز پیدا شد که در آن کمیسر ناحیه شاه منصور با دغلی با زیر دستش معامله کرده او و والدانش را تحقیر می‌کند. در ویدیو نوار مشاهده کرده می شود که چگونه تابع از سردار خواهش می‌کند که والدانش را تحقیر نکند. در جواب سردار باز هم در غضب شده با سخن‌های قبیح حقارت می‌کند. اینچنین می‌توانید شنوید که کمیسر او را برای اعتراض لفظی لطوکور می‌کند. در حال حاضر این نوار در فیسبوک و اینستاگرام به طور گسترده پخش شده است. استفاده برندگان سامانه‌های اجتماعی خدمتچی دولتی را محکوم می‌کنند و اینچنین مقامات را دعوت می‌کنند که به سوء استفاده از وکالت از جانب کمیسر واکنش نشان دهند و او را شدیداً مجازات نمایند. جالب دقت است که چنین حادثه‌ها در تاجیکستان کم نیستند و کی‌ها باز معمول شدند. وقتی که شخصان منصبدار سوء استفاده از وکالت‌های خدمتی خود آدمان را تحقیر می‌کند و بی جزا می‌ماند. تنها در حالت‌های نادر وقتی که چنین حادثه‌ها در کامرای نواربرداری ثبت شوند آنها عمومی می‌شوند. در اکثریت چنین حادثه‌ها جنایتکاران تنها با جریمه‌های ناچیز خلاص می‌شوند و بعضاً آنها به هیچ وجه به جوابگری کشیده نمی‌شوند. مثلا در سال 2017 در اینترنت ویدیو نواری پخش گردیده بود که در آن سر متخصص ریاست امور دینی دهه چهاریکارانی ناحیه رودکی شاکر خالداروف در صحن مسجد نمازگزاران را به شکل قبیح تحقیر می‌کند و از آنها طلب می‌کند که مسجد را ببندند. منصبدار با سخنان قبیح دشنام کرده آوازش را بلند کرده میگوید که قبلا او نماز گذاشتن را در این مسجد غیر رسمی بارها منع کرده بود. ساکنان دهه در نوار میگویند که آنها برای سخنهای قبیح در جای جمعیتی از بالای منصبدار شکایت خواهند کرد. بیرو در کجایی که خواهی شکایت کن، من همه شما را سلفی اعلان میکنم، گفته بود منصبدار. پس از آن منصبدار برای ویران کردن ماده 481 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری به مبلغ 500 سومانی جریمه کرده شد که پس از آن گویا هیچ چیز نشده است او به وظیفه خدمتیش برگشت. Продолжать свое злоупотребление, в том числе создают им такую морально-психологический климат, который не... یادرس میکنیم که در قانونگذاری تاجیکستان جوابگری جنایتی تنها برای تحقیر خدمتچیان دولتی پیش بینی شده است که این باعث سوء استفاده از وکالت منصبداران و کارمندان مقامات حفظی حقوق می‌گردد.